این گروه مسافران بعد از 13 ساعت پرواز به دوشنبه رسیدند. آنها از شهرهای مسکو، سورگوت و نوسیبیرسک آمدند. تومان قفس بر فراز پایتخت تاجیکستان امکان نداد 3 هواپیمای شرکت سامان ایر سری وقت به فرودگاه دوشنبه رسند. هواپیماها مجبور شدند به خوجند روند و قریب 10 ساعت آنجا منتظر بودند. مسافران از خدمت رسانی شرکت سامان ایر ناراضگی میکنند. ما خوجند بفرمودیم 9 ساعت خوجند بستودیم. در همین 9 ساعت ادرم هواپیما نبرآمدید بیرون؟ نه برآمدیم چقدر ما درآمدیم. چی دادن خوراک؟ هیچی ندادن. هیچی ندادن؟ نه. گوشه نموندیم بعد از 9 ساعت؟ خیلی ما گوشه نموندیم، بچه‌ها یاش بود کودکا بود گوشه نموندن. حتی یک تابلت تیگونم تابلت نیست، چای گرم هیچی نیست گفتن. نگفتید یگان چی بیارید؟ بیارید گفتیم نیست چی نداریم گفتن. هیچی نداره؟ هر نباشه سرتید ما رایم خانم با اینجا خوجند بریم میگه نه سر دادم هم حقمون نیست، پریدم هم حقمون نیست گفتن. در عموم با 3 پرواز از شهرهای روسیه حدود 500 نفر به دوشنبه رسیدند. برخی آنها گفتند برای چنین حالتها باید شرکت‌های هواپیمایی سقورته داشته باشند. خیلی خدمت رسانیشون واقعا نبود، یگان شرایط نداشت. لیکن باید استراخوف авиакомпания سومونار باید داشته باشه که یگان خیلی باید مردم دستگیری کنه، یوردان کنه، مثلا این حالت‌های سیتواسیون ای باید یگان گپ خبر باشه، یگان تامین کنه. مثلا در خوجند مفرومده از سببی که یگان چیزش کار نکرد باید به همون خاطر یگان خیلی میکردن که مردم گرسنه نمیموندن اونجا. خیلی کمیاد گامبورگ خودو کم خالی نه اکو خالی مونا میخلی چخله کلماسه دورم همون خوراک گرم نیست. نه یگم چی خیلی چیزو نبود. نه همون راستی تو همین جهاز تو همین جرا یگم چی دادگی نیست. فقط یک ساندویچ. یا همون باید تمام. یک اوی. گفتم ایرپورت خوجان کار نمیکنه. تیمون رفته سردار. شرکت یگان چی نداد خورد؟ نه داشتن یگم چی. شکایت مسافران در حال است که مسئولین شرکت سامان ایر دیگر چیز میگویند. خورد و خوراک هم از درون سمالات بود. اگر امکانیتی اگر شرایطی اگر فرودگاه اگر میشد برای وای جای ایسا مسافران همونجا خوراک همونجا خوراک تامین میکردیم. عین زمان میان تاجیکستان و روسیه تنها پروازهای چارتری عمل میکنند. بسیاری مهاجران از نرخ‌های بلند این پروازها شکایت میکنند که در قیاس به همسایه کشورها گران است. از جمله اگر نرخ چپتای پرواز از روسیه به قرقیزستان تا 20,000 روبل باشد، به تاجیکستان تا 37-38,000 روبل روسیه است. شرکت سامان ایر هر روز از شهرهای روسیه 5 پرواز به دوشنبه انجام می‌دهد. 3 شرکت روسیه، اورالسکی اویالینی، یوتر و ازور ایر از تاجیکستان به روسیه مسافر میبرند. مولا رجب یوسفی، افسانه اکابرشاه، آزادی دوشنبه.